به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه مرد 59 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2020 در کوچه عبداللهبیک فشار دوشنبه مرد 55 ساله ساکن شهر ایسار با روی فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ $32,000 امریکایی مسئوله ساختمانی یا ارماتور گرفته وعده داده است که مبلغ مذکور را در مدت کوتاه برمیگرداند، اما با گذشت اینک بیش از 3 سال تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه یووان با عریضه مرد 47 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که صحنه 6 مارس سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از خواجگی دیخونی به نام استنای و مهری یک سر اسب را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانی شده 8000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 34 ساله ساکن نویه خراسان که پیش با ماده 245 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای تصرف مبلغ‌ها و اسرافکاری سود شده است صادر نموده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.